همین الان از بانک اومدم بیرون، رفته بودم از حسابام پول برداشت کنم، ولی متاسفانه بهم گفتن که اجازه ندارم پول بدن. دلیلش هم وضعیت جنگی کشور اعلام کردن. گفتم بانک مرکزی دستور داده که هیچ پولی رو از حساب‌های پس‌انداز پرداخت نکنم به مردم. واقعا شوکه شدم. آخه این پول زحمت و دستمزد کار خودمه. من برای روزمرگی و نیازهای اولیه‌ام مثل خرید غذا، خانواده، مثلا برای خانواده خرج کنم، قبضامو پرداخت کنم، نمیدونم پول کرایه ماشین بدم. اصلا چطور ممکنه به من بگن که نمیتونم پول خودمو بدن؟ واقعا ناعادلانه است. من خودم صاحب این پولم. به جای اینکه دولت از امضای توافق با آمریکا جنگ رو به داخل کشور بیاره، باید دنبال راه حل باشه. باید پایان بده این بحرانو. ما مردم آخه نیازی به اتم نداریم. چیزی که ما میخوایم غذا، آب، برق، آرامش. جنگ فقط فقر و ناامنی میاره. آبروی کشورمون رفت. حتی عرضه نگهداری از مرز هوایی رو هم ندارین. خاک تو سرتون. و حالا دارین ادعای بمب اتم میکنین. مردم عادی دارن هزینه‌های تصمیمات سیاسی اشتباه یه عده جاهل که یعنی کشور رو اداره میکنن و میدن. خواهش میکنم صدای ما مردم رو بشنوید. ما صلح میخوایم، نه جنگ. ما زندگی میخوایم. ما زندگی میخوایم، نه نابودی. همینجوری دارن روز به روز همه چی رو نابود میکنن. هیشیاریا گیرنگ مترسیا هیلوشینا بانکای نزیکه لیگور زانیارین پباور دیجیوین نیهنی این رژیم ده گوتوبش درباره کتگیرینا بی تمامی یا اینترنت و فلچگیرینا سیستما بانکی یا ویلاتن کیرن. دیویواری ده جرایا گشتیره تشیرت کیرن. پره او سامانن سوی جی بانکان درخینن. دیروشک کو گیهشتینا اینترنت بیتوندی تا استن کیرن نیشانن کیرانک مزینا دارایی و بانکی خویا دیبن. تگوتن کو دی دیما الوزی او سوی پیشاندانن لیسرانسری ولته پلانا حکومت هی کو دستین سر سامانن گرتینا حسابان و بانکان بیتواهی والا بیکه. ایو هیشیاریه که جدیه. سوی جی با هر سناریو یک آماده بیکه. جینی ها و هینک آخزاده و برپرسن حکومت گاواویتینه کو مال و میلکن سوی جی بانکان بکشینن. اگر روش کریتیک در بیبه به شیک ده همو حسابان والا بیکن و بیروین. لدیوه میروون آسایی نبین قربانه و ایخانه تا بدنگ.